سلام علیکم همدیاران عزیز. 23 ایول سال 2025 می باشد. باز یک بادام دیگر رو به شما نشون میدم که درختش در من مادری شده است. یعنی از این گرفته بعد پیوند میکنیم. این بادام عجایب بادام است. ولی من به شما نشون میدم. من علاقه پخته است. این بادام شمشیرک است. از همه بادام قیمت در بازار همین است. اینو ببینید. بادام شمشیرک. حاضر میکشک. خدا شکستگی تیاره نه. اینو ببینید. اینو ببینید. چقدر میشکند. حاضر این دو تاش رو من میخورم. بسم الله الرحمن الرحیم. مزه‌شو به شما میگویم. تکرار میکنم که یکی از قیمت‌ترین بادام‌ها در بازار است. این مادری است. با من کسی اگر از این زکات کند بعد از 2 سال من درخت بادام کرده به اون میدم. ولی نمود نیست یا نمود. دیگه از وای بادامی که یکم مرتبه من نور کردم این بابا مزه‌تر. همداران عزیز، مشکلی من در آب است. ولی من مسئله آب رو دیده ایستادم که سال دیگر حل میکنم. اگر خدا خواهد با من 1 سوتیق یا 1 متر کوادراتی هم تیان اگر در درون سوی من عریضه نیستم در درون خدا خواهد حل خود رو مییابد. من سال دیگه آب میبیارم و از همین درخت ها در باغ خودم با کفالتش کرده به شما میدم. اگر همین بادام به کدی معقول شدگی باشد یک لایک ماند یا سخنی نویسد. مرحمت با باغ من به مهمانی بیایید. در پناه خدا باشید.